حسابی تو پراید رو چند صد میلیون میکنی تو پاچه ما، حالا بنزین رو به نرخ جهانی حساب کنیم. مافیای 70 سر لنکروز رو از دبی برمی‌داره میاره تهران، چقدر میفروشه؟ به کی داره عوارض میده؟ کیا پورسانت برمی‌دارن؟ چرا نمیذارید ماشین راحت بیاد توی من؟ خونه هست به نام سایپا به این عظمت. بعد اون موقع هی تو رسانه هامون، هی تو فیسبوک و وایبر رو تاکید می‌کنن این برنامه بگیم آقا پراید اینطوریه، پراید اونطوریه، اله و بله. همه خانواده‌های ایرانی یه جوری به سایپا ارتباط دارن. یعنی یا خودشون یا بغل دستشون یه پراید داره. یه موج را انداختن که خیلیامون هم تحت تاثیرش قرار گرفتیم که انگار ناامن‌ترین، مزخرف‌ترین و بدترین خودروی جهان پرایده. انتقاد درسته، انتقاد دلسوزانه کاملا موجهه، اما جو را انداختن و سرکوب کردن هموطن متخصص ظلمه که باید جلوش بیستین. شماها باید بیستین به عنوان سفیران سایپا. کسایی که نمیتونن تحولات صنعت رو ببینن، تحولات اقتصادی رو ببینن، حالا یا اهل رقابت نابرابرن یا چشم تنگی دارن یا حسادتی دارن، چه داخل ایران چه بیرون از ایران، مرتب شروع میکنن به سمپاشی. و چه کسایی مظلومتر از خودروسازها در کشور ما که تمام تلاششون رو برای بالندگی اقتصادی میکنن، اما عموما هم مورد هجمه هستن، چه در فضای مجازی چه در اخبار رسانه ها. تا کور شود هر آن که نتواند دید، برای خودتون و تلاشاتون دست خیلی سربلند بزنید.